ببینید هر چه که هست تو اون حدود 1 ساعت به اذان صبح مونده است، بعد دیگه هیچ خبری نیست. تو این دنیا هیچ خبر دیگه نیست. 1 ساعت به اذان صبح مونده تا طلوع آفتاب. تو این فاصله هر چه هست تو این فاصله زمانی شما باید زندگی جوری تنظیم بکنید تو این 1.5 ساعت بین الطلوعین، 1 ساعت هم قبل، این 2.5 ساعت رو از دست ندید. همه چی شبانه روز از دست بده، ولی این 2.5 ساعت از دست نده و هر جا بخوای میرسی. هرچی ژاپنیا تحقیق کردن این 2.5 ساعت چه خبره. ژاپنیایی که کافرند اینا تحقیق کردن دستورالعمل ما مسلمونا رو، ما شیعه ها رو، ما اهل بیت رو تا بررسی کردن. این 1 ساعت به اذان صبح تا طلوع آفتاب چه خبره. اونا تو اون ذهن نقاد جوال کفریشون ببینید چه حرفای نفیسی زدن. بدن میخواد سالم باشه، تو این 2.5 ساعت بیدار باشه. همین. میخوای خوشگل بشی، تو روایت داریم تو این 2.5 ساعت شما بیدار باش، خوشگل میشی. 20 دقیقه به اذان صبح بیدار شو، دستشویی و وضو و مسواک، بیدار باش، هیچ کاری نمیخواد بکن، برو میوه بخور، برو یه کار، همینجوری بیدار باش تا اذان بگی. کم کم این بیداری شما رو حال هوا عوض میکنه. اگه گفتید چرا 1 ساعت به اذان صبح مونده تا طلوع آفتاب هر کس بیدار باشه به هر چی میخواد میرسه. چرا؟ اگه گفتید خب اینو برای اینکه انشالله داشته باشید دست به قلم شو بگم. تو این 2.5 ساعت همه کاره دنیا و آخرت مشغول دعاست. همه کاره دنیا و آخرت در حال دعاست. تو این 2.5 ساعت ستون این عالم خلقت یعنی امام زمان صلوات الله علیه مشغول دعاست. هر که این 2.5 ساعت بیدار باشه این تیرهای دعای آقا میخوره به ناف قلب کسی که بیداره، میخوره درست وسط قلب کسی که بیداره. این دعاهای امام زمانه کسی تو اون لحظه بیدار باشه نصیبش میشه. 1 ساعت به اذان 1.5 ساعت من بین الطلوعین میشه 2.5 ساعت. از پیامبر اکرم صلوات الله روایت بسیار عجیبی، دقت کنید اینو خوب دقت کنید. حضرت میفرمایند این جمله که میخوام بگم برای اولین بار تو عمرم من میگم: الا فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. کلمه الا تنبیه یعنی آگاه، هشدار، حواس جمع. دوباره حضرت میفرمایند الا، وسطش هم دوباره میگه الا، دوباره حواس جمع. کجای حواس؟ این ور. یه همچین تعبیری. الا فی ایام دهرکم نفحات یعنی آگاه باشید، هوشیار باشید که در گذران زندگی شما یک نسیم‌هایی می‌وزد. بعد دوباره حضرت هوشیار خودتون رو در مسیر و در معرض وزش این نفحه قرار بده. مثلا تهرانی‌ها میرن، اونایی که خیلی زبلن میرن تو اون قسمتی خونه میخرن که ورودی هوا به تهرانه. ورودی هوا به تهران مثلا گفتن غرب تهران، اونجا هوا وارد میشه، از شرق تهران خارج میشه، تمام دود دما رو میشوره او از اونوری میبره. ولی ورودی هوا، اون نسیم اصلی هوای تر تازه کجاست؟ سمت غرب تهرانه. میگه برو خونه رو درست در مسیر این نسیم بخر، اونجا زندگی کن. اینجا حضرت فرماد که خودتو در مسیری قرار بده که در معرض خوردن این نفحاتی. خب اون زمانی که نفحه الهی میدمه چه زمانیه که ما در اون زمان خودمون رو قشنگ وایستیم اونجا این باده به ما بخوره؟ 1 ساعت به اذان صبح تا طلوع آفتاب. این دعاهای امام زمان میشه اون نسیمه. این 2.5 ساعت میشه کسی که بیدار باشه در معرض و محلی که اون دعاهای حضرت از اونجا رد میشه. اون نسیم عبارت است از دعای امام زمانه، بعد از محلی که میگذره از گذر عمر شما اون 2.5 ساعت نیست که عرض شد. این فاصله زمانی است که دعاهای امام زمان تو این فاصله رد میشه. تو این فاصله زمان حضرت میفرماید، پیامبر جد مطهرشون میفرماید
خودتون رو تو اون معرض قرار بدید. یعنی قشنگ تو این 2 ساعت و نیم بیدار باش، دعاهای امام زمان تمام تیرای دعاش میخوره به وسط قلبت، سعادتمند میشی. مثلا کسی 20-30 سالش از 20 سال از ازدواجش گذشته بچه دار نمیشه، بهترین راه بچه دار شدن اینه که 1 ساعت قبل از اون پاشد خدا بهش بچه میده. چرا بچه میده اگه گفتید؟ چون که حضرت دعا میکنه تو اون لحظه. شما وقتی بیداری برای اون حاجتت پاشدی، حضرت با اون تیر دقیق میخوره میزنه به دل اون حاجتت. هر چی میخوای شما 100% بودی برو بر. الا فتعرضوا لها، خودتون در معرض این نسیم قرار بدید. نسیم های معنی.